تا حالا شده احساس کنید ذهنتون پر از افکار پراکنده است و نمیدونید چطور آرامش پیدا کنید؟ شاید راه حل ساده تر از چیزی باشه که فکر میکنید. فقط با چند دقیقه تنفس آگاهانه و مراقبه میتونید استرس رو کاهش بدید، تمرکزتون رو بالا ببرید و احساس بهتری داشته باشید. توی این ویدیو یک تکنیک فوق‌العاده برای تنفس و مراقبه رو بهتون یاد میدیم که در کمتر از چند دقیقه آرامش عمیقی رو تجربه کنید. پس با ما همراه باشید. اکنون میخواهم مراقبه شرطی کردن بدن به ذهنیت جدید را به شما آموزش دهم. پیش از اینکه مراقبه را به طور رسمی شروع کنیم، چند جلسه باید تمرین کنیم. در این جلسات چندین دستورالعمل جداگانه وجود دارد تا بتوانید این مراقبه را مرحله به مرحله یاد بگیرید. لطفاً تمام کارهایی را که در ادامه مطلب میگویم با دقت انجام دهید. برای شروع روی صندلی خود صاف بنشینید و هر دو پایتان را صاف روی زمین بگذارید. می توانید پاهایتان را به صورت ضربه دری قرار دهید. بالشی را روی صندلی قرار دهید. اگر دوست دارید می توانید چشمانتان را ببندید. وقتی آماده شروع شدید، میان دو راه خود را بالا بکشید. در رابطه با دو راه برای شما توضیح دهم که دو راه همان کف لگنتان یا همان عضلاتی که برای رابطه جنسی و یا دفع از آن استفاده می کنید. برای احساس این عضله فرض کنید که در هنگام ادرار بخواهید ادرار خود را متوقف کنید. برای این کار شما از عضله کف لگنتان استفاده می کنید. در این حالت نفس خود را حبس نکنید. عادی نفس بکشید و این عضلات را با تمام قدرت منقبض کرده و 5 ثانیه نگه دارید. سپس رهایشان کنید و این کار را دوباره و به همان مدت انجام دهید. برای سومین بار آن را انجام دهید، 5 ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید. میخواهم روی این عضله کنترل آگاهانه داشته باشید، چون قرار است از آن استفاده متفاوتی داشته باشیم. به احتمال زیاد تا به حال به عضله میان دو راه خود توجهی نکرده بودید. بنابراین ابتدا با انجام این تمرین کنترل آن را بر عهده بگیرید. حالا همراه با عضلات میان دو راه عضلات پایین شکمتان را نیز منقبض کنید. قسمت پایین شکمتان را به سمت بالا و داخل بکشید و با این کار این دو مرکز اول را قفل کنید. 5 ثانیه نگه دارید و رها کنید. دوباره عضلات میان دو راه را به بالا و عضلات شکم را به داخل بکشید و فشار دهید. 5 ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید. این کار را یک بار دیگر تکرار کنید. یادتان باشد که در حین این کار باید به نفس کشیدن ادامه دهید، اما نفستان را حبس نکنید. این بار همراه با عضلات میان دو راه و عضلات پایین شکم عضلات بالای شکم را نیز منقبض کنید. حالا دارید کل حفره شکم را سفت می کنید. تمام این عضلات را 5 ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید. این کار را دوباره انجام دهید و این بار عضلات را کمی بیشتر منقبض کنید و 5 ثانیه نگه دارید و رها کنید. و وقتی عضلات را سفت کردید و نگه داشتید، عضلات را کمی سفت‌تر کنید و کمی نگه دارید و سپس رها کنید. وقتی هر مرحله را انجام می دهید و به مراحل قبلی اضافه می کنید، دارید سخت افزار عصبی جدیدی در مغزتان نصب می کنید تا برای تجربه آماده باشید. شما باید ابتدا یاد بگیرید چگونه کنترل این عضلات را به دست بگیرید و سپس وارد فرایند مراقبه شوید. مثل هر مهارت جدید، این کار هم نیاز به تمرین دارد. پس از چند بار تمرین به خوبی می توانید کنترل این عضلات را به دست بگیرید و به راحتی آنها را منقبض و رها کنید. اما در ابتدا ممکن است کمی کنترل این عضلات و منقبض کردن آنها برایتان چالش برانگیز باشد. از شما می خواهم که از همان عضلاتی استفاده کنید که سالهاست از آنها استفاده می کردید، اما این بار به شیوهی متفاوت. با این کار از این مراکز بهره میگیرید و انرژی را که از دیرباز در بدنتان ذخیره شده است آزاد میکنید. بعد از اینکه این تمرین را انجام دادید و این مهارت را به خوبی یاد گرفتید، می توانید به مرحله بعد بروید و تمرین را
عوض کنید. در این مرحله انگشت خود را روی سرتان قرار دهید و ناخنتان را درست روی مرکز جمجمه تان فشار دهید. نقطه ای را که انگشتتان روی جمجمه تان قرار دادید را به خاطر بسپارید. در این مرحله دوباره دستتان را روی پاهایتان بگذارید و بدون اینکه عضله را منقبض کنید یک نفس آرام و یک نواخت از راه بینی بکشید. فقط از شما میخواهم که نفستان را از میان دو راه به پایین شکم، سپس به بالای شکم، به مرکز سینه، به درون گلو و سپس به درون مغز دنبال کنید. درست به آن نقطه‌ای برسید که انگشتتان را رویش گذاشته بودید. وقتی به بالای سرتان رسیدید نفستان را حبس کنید و توجهتان را روی بالای سرتان نگه دارید. حال بگذارید انرژیتان آگاهیتان را دنبال کند. 10 ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید. انگشت خود را دوباره روی سرتان بگذارید، سپس آن را بردارید و مطمئن شوید که وقتی انگشتتان را برمی‌دارید جای آن نقطه را حس می‌کنید. دستتان را روی ران‌هایتان قرار دهید و بار دیگر بدون انقباض عضلات نفس بکشید. این بار وقتی از راه بینی دم را انجام می‌دهید تصور کنید که دارید از آن مجرا انرژی را مانند بالا کشیدن مایع از نی به بالای سرتان می‌کشید. وقتی به بالای سرتان رسیدید نفستان را مانند قبل نگه دارید و بگذارید انرژی آگاهیتان را دنبال کند. سپس رها کنید. حالا وقت آن است که همه را با هم ترکیب کنیم و با نفس بعدی وقتی از راه بینی دم را انجام دادید آن عضلات را همزمان به سمت بالا و داخل بکشید. ابتدا عضلات میان دو راه را قفل کنید، سپس عضلات شکم را منقبض کنید. وقتی دارید عضلات هر مرکز را فشار می دهید و نیتتان این است که تمام آن انرژی ذخیره شده در پایین بدن را به سمت مغز بکشانید، نفستان را از اتمام این 3 مرکز عبور دهید. برای این کار در هنگام عمل دم در ذهنتان تصور کنید که مانند یک نی دارید انرژی را به سمت بالا می کشید. همینطور که این عضلات را می فشارید و 3 مرکز اول بدن را قفل می کنید، نفستان را بالا برده و ابتدا به سینه مرکز 4م، سپس به گلو مرکز 5م و در نهایت به مرکز 6م یعنی مغز ببرید. آن را تا بالای سرتان برده و توجهتان را آنجا نگه دارید. همینطور که عضلات حفره شکم را منقبض کرده اید، نفستان را نگه دارید. حدود 10 ثانیه نگه دارید و سپس در حین بازدم عضلات را رها کنید. این تنفس را دست کم 2 بار دیگر تکرار کنید. ابتدا عضلات 3 مرکز اول را صفر کنید، نفستان را از نخاع بالا کشیده و از تمام مراکز انرژی عبور داده و به بالای سرتان برسانید. سپس مدتی نفستان را نگه دارید و در حین بازدم عضلات را رها کنید و یادتان باشد که وقتی چنین می کنید دارید از بدنتان مانند ابزاری از جنس آگاهی استفاده می کنید. شما دارید انرژی را آزاد می کنید که در 3 مرکز پایینی بدنتان گیر افتاده بود و دارید آن را به مراکز بالاتر می برید، جایی که می توانید در آن از این انرژی به جای بقا برای شفا دادن بدن یا آفرینش چیزهای جدید استفاده کنید. این مراقبه را چندین بار تمرین کنید. لطفاً صبور باشید و مانند هر چیزی که برای بار اول آن را یاد می‌گیرید، این را نیز باید چندین بار تمرین کنید تا در نهایت به آن مسلط شوید. در ابتدا ممکن است معذب شوید و از انجام دادن این تکنیک تنفس خوشتان نیاید. اما در نهایت اگر این تکنیک را به قدر کافی تمرین کنید، خواهید توانست تمام این گام‌ها را در یک حرکت خلاصه کنید. این تکنیک مقداری دشوار است، اما وقتی در آن ماهر شدید خواهید دید که ارزش این همه تلاش و زحمت را دارد. بعد از اینکه تکنیک تنفس را انجام دادید و انرژی را به سمت بالا منتقل کردید، آماده اید که مراقبه رسمی را انجام دهید. بهتر است که در حین تمرین به موسیقی ملایمی گوش دهید که شما را ترغیب کند و طول آن بین 4 تا 7 دقیقه باشد. سپس تمرکز خود را باز کنید و توجه خود را به بخش‌های مختلف بدن معطوف کنید. حالا وقت آن است که چندین احساس متعالی را
یک به یک در خود پرورش دهید. هرچه احساستان قوی تر باشد، ژن‌های خود را بهتر تنظیم خواهید کرد. با انجام این مراقبه، چالش‌های زندگیتان را ترک کنید و آن هوش کیهانی درونتان را که به شما زندگی می‌بخشد تبرک کنید. در آخر، برای این زندگی جدید قبل از آنکه تحقق یابد شکرگزاری کنید. اگر این تکنیک رو امتحان کردید و احساس بهتری پیدا کردید، حتما توی کامنت ها تجربتون رو با ما به اشتراک بگذارید و این فقط شروع راهه. پس اگه دوست دارید تمرین‌های بیشتری برای آرامش، تمرکز و کنترل استرس یاد بگیرید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. یادتون نره فقط چند دقیقه در روز میتونه زندگیتون رو متحول کنه.